بچه ها سلام، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی سریع میرم سر اصل قضیه، نمیخوام تایم ویدیو زیاد طولانی بشه. اگه این ویدیو رو دارین نگاه میکنین احتمالا میدونین قضیه چیه، ولی خب بازم خیلی مختصر میگم که در جریان باشید. چند روز پیش تو اینستا پرسیدم اگه یکی براتون آهنگ بسازه واکنشتون چیه، یه همچین چیزی پرسیدم، حالا دقیق یادم نیست. بعد جوابای خیلی جالبی دادیم، دیدم خیلی دوست داریم و ذوقشو داریم براتون یه نفر آهنگ بسازه و بخونه. از اونجایی که خب منم آهنگ میخونم، هر کی منو دنبال کرده واسه آهنگام بوده، یعنی از آهنگام خوشش اومده. تصمیم گرفتم بین افرادی که اون نوتو ریپلای کردن یه قرعه کشی انجام بدم و واسه 3 نفرشون یه آهنگ بسازم، یعنی واسه هر یه نفر یه آهنگ جدا. اسمارم اینجا نوشتم، 32 نفره و قراره بین اینا امروز قرعه کشی انجام بدیم. شانس خوب براتون آرزو میکنم. بریم ببینیم کی در میاد. با ما باشید. خب بچه، من برای راحتی خودم روی مبل تکیه دادم و نوتو خیلی ریپلای کردن، ولی خب فقط 32 نفرشون واقعا دوست داشتن و ذوق داشتن که براشون آهنگ ساخته بشه. برای همین این عدد 32 نفره و الان تک تکشون رو اینجا براتون میخونم و تو این کاسه خالی میریزم. از بینشون 3 نفر انتخاب میشه. اولی که یه دوست واقعا جدیده و حتی اسمش هم نمیدونم، ولی خب میشناسمش و اسمش واقعا نمیدونم، واسه همین آیدیشو نوشتم. ما بهش میگیم دوری. اولین نفر دوریه و تا میزنیم کاغذش رو توی این کاسه میندازیم. دومین نفر نارنگی خسته. اسم جالبیه واقعا، ایشونو میشناسم خیلی وقته، اسم اصلیشو واقعا نمیدونم، واسه همین اون اسمی که رو این استاش بود نوشتم. سومین نفر فاطمه هم از دوستای جدیده، زیاد آشنایی خاصی باش ندارم، ولی خب همه اینا دوست داشتن که براشون آهنگ ساخته بشه و ما اسمشون رو اینجا نوشتیم. 4مین نفر نازی هم واقعا نزدیک 2 سال میشناسم و از بچه های گپمونه. بله. و 5مین نفر ندا. 5میه دیگه. آره. حالا منم زیاد معروف نیستم مثلا خیلی مثلا بخوایم چیزش کنیم، ولی خب از اونجایی که آهنگ میخوندم دوست داشتم که واسه دوستان و فالوورام. 6مین نفر نیلوفر. آره، دوست داشتم واسه دوستام و فالوورام و طرفدارام یه همچین کاری انجام بدم، بیام اونم ذوقشو دارم، منم که پسش برمیام. و این چند تا شد؟ 4 تا 6 تا. 7مین نفر نمیدونم اسمش چجوری تلفظ میشه، ولی خب من میخونمش ریول هم 7مین نفره. و بچه هیچ پارتی بازی در کار نیست و واقعا بستگی به شانستون داره. 8مین نفرم یاسین، داداش یاسین گل، طرفدار رئال مادریده و دمش گرمه. 8مین نفر بچه اینجوری حساب نمی کنیم، حسابش از دستم در میره، همینجوری میخونم و میندازم تو اون چیزه. هستی عزیز، هستی هم باش جدیدن آشنا شدم، یعنی جدیدن یکی از طرفدارم شده. بعدی رویا هم جدیده، شاید هم جدید نباشم بچه، واقعا من یه حافظه خیلی بدی دارم، خیلی بده حافظم.
ولی یه جاهایی مثلا خوبه. مثلا میشناسم که ایشون آناهیتا خیلی وقته میشناسمش، یعنی نزدیک 4-5 ساله. اون موقعی که مثلا من داشتم اولین آهنگمو میخوندم ایشون منو فالو کرد. گیلاس خانومشون، اسم خیلی عجیب و باحال، کاری نداریم. و بچه من سعی میکنم زیاد حرف نزنم، تو حرف زدم واقعا خوب نیستم. یاشیل، بچه من با یاشیل شوخی دارم، تو گپمونه، خیلی که نه، ولی خب با هم شوخی داریم. من بهش میگم یاشیل لاش. و اگه دوست داشتید تو گپمون بیایید، میدونین یه فضای، یه جو خیلی صمیمیه، هر روز در مورد اتفاقات روزمره‌مون حرف میزنیم، تبادل نظر میکنیم و باحال. اگه دوست داشتید تو اینستا دایرکت بدیم، براتون لینکشو میفرستم. بعدی هم هیتلر دهن منو سرویس کرده، بس ریلز میفرسته، دلم هم نمیاد بلاکش کنم ولی خیلی اذیت میکنه. صداش خسته شدم. اصلا آخری فرسته اصلا بازشون نکردم چون خیلی نفرست. Stop it. بعدی هم بهارم یکی از طرفدارای خوبمه و همیشه مثلا آهنگ جدید میدم، داب اسمش و ادیتو اینا میزنه برام، دمش گرم. بعدی یوناس، داشتم این یونا رو خودم نوشتم. اگه دقت کنید تو این لیستی که اینجا میذارم یا اینجا 31 نفره و یه دونه جای خالی داره. اون جای خالی مال یونا بوده، یعنی اینو یادم رفته بود بنویسم و بازم براتون شانس خوب میخوام. بعدیار خیلی سریع میگم که حوصلتون سر نره. ملیکای عزیز، اینم خیلی وقتی میشناسم. بچه‌ها من کلا همتون رو میشناسم الا این چند نفری که جدید فالوم کردن، مثلا مثل همین ایشون ماها عطار، واقعا جدیده، هیچ اطلاعاتی ندارم ولی خب دوست داشته که براش آهنگ ساخته بشه، پس ما اسمشو تو این لیست میذاریم. Nice. نمیدونم مهیا خونده میشه یا مهیا، ولی خب هر کدوم صحیحه. و بچه من یه چیزی که بخوام در مورد خودم بگم، روژان عزیز، ایشونم خیلی وقت میشناسم. یه چیزی که بخوام در مورد خودم بگم، من اصلا آدم اجتماعی نیستم، یعنی 99% مواقع تو همین خونم، همین مثلا استودیوی کوچیکمم، دوست واقعی اصلا ندارم. I know. یه دونه دارم، فردیه و اونم کلا یه بار دیدم و من کلا آدم اجتماعی نیستم. Son, listen to me. بعدی سحرم خیلی وقت میشناسمش، اون پیج توییتیمو دنبال کرده بود و بعدم با ما آشنا شد. غزل عزیز از بچه‌های گپمونه و بچه‌ها اینایی که تو گپمون هستن واقعا یه جو صمیمی با هم داریم، میدونیم، یعنی با هم خوبتر کانکت شدیم. زیزی، آره اگه دوست داشتید این اصلا دایرکت بدیم و لینک گپمون رو حتما براتون میفرستم. بعدی فریما، بچه واقعا اسم فریما خیلی قشنگه، یعنی من دقت کردم اونی که این اسم مثلا واسه بار اول ساخته اصلا توی دنیای دیگه بوده. فریما نمیدونم واقعا معنیش چی میشه، ولی فریما خیلی اسم قشنگی. نوازش و دهنم خوش شد. یه پاییز زرد و زمستون سرد و من لش کردم دیگه بچه. اول اینو نشستم مبله تو رفته شده چاله اسکندرون، قبلیه رو نشون دادم، نوازش میکنه. فاطمه الف، یعنی فاطمه اسماعیلی، چون 2 فاطمه داشتیم اینو فامیلیشم نوشتم که یه وقت اشتباه نشه. و تعداد واقعا خیلی کم مونده.
مینوش یه همچین چیزی، ایشون هم جدیده. میگم بچه خیلی نوتا ریپلای کردم ولی خب فقط همین قدشون دوست داشتن که براشون آهنگ ساخته بشه. فقط اسمو آذر نینجا. دختر ورزشکاریه و فکر کنم کاراته یه همچین چیزی تمرین میکنه. پریارم خیلی وقت میشناسم. اعتراضات سال 1401 بود که گرفتنش و من حتی واسهش توییتم زدم که حمایت کرده باشم ازش و بعد آزاد شد و آره. بعدی سمر عزیز، نمیدونم یادتونه یا نه ولی تو پیج بزرگم همون توییتی یه مدت پیش یه چالش گذاشته بودم که کی از نظر من 100% کراشه و سمر 100% کراش بود. عکسش هم براتون گذاشتم. بعدی ماهی هم تو گپمون جدیدن اومده، سمرم اومده. بچه همه تو گپمون دارن میان. شما هم اگه دوست دارین حتما میگم دایرکت بدین. و بچه آخری هنرمند انجل. آره اسم ایشون هم اسم واقعیشو نمیدونم، فقط همین رو بیوش نوشته بود و همینو برداشتم دیگه. بچه یه سری آیدیشون و یه سری مثلا نیک نیمشون و یه سری مثلا اسم خودشونو و این کاسه تموم شد و این کاسه هم 32 نفر توش هستن. خوب هم بزنیم که واسه بار اولی همچین کاری میکنم و خودم هم ذوقشو دارم. اصلا نمیدونم که قراره در بیاد، حتی نگاه هم نمیکنم واسه این که مثلا یه وقت نگیم پارتی بازی شد. اصلا نگاه هم نمیکنم و اولین نفر رو میخوام انتخاب کنم. A few moments later. و نگاه نمیکنم و 1 2 3 کیه اول به شما نشون میدم. فکر کنم اشتباه گرفتم. فاطمه اسماعیلی. خیلی خوش شانس بودی فاطمه، تبریک میگم بهت. حالا مثلا خیلی معروفه. خب اولین نفر بچه‌ها فاطمه در اومد و فقط 2 نفر دیگه مونده و دوباره هم میزنم. 3 days later. خودم استرس دارم. چشارم میبندم و دومین نفرم انتخاب کردم. اینو اول خودم میبینم. بهار عزیز، تو هم خیلی خوش شانس بودی واقعا. خیلی باحاله بچه‌ها. من خودم واقعا که اگه یکی برام آهنگ میساخت من خودم خیلی ذوق می‌کردم. خب بریم بعدی و آخریش 2000 years later. یعنی کیه؟ بچه‌ها و پیش معذرت میخوام از دوستانی که اسمشون جزء 3 نفر نبود یا حتی اسمشون جزء 32 نفر نبود و ما قراره این چالش رو هر سال انجام بدیم و هر سال حالا به 3 نفر یا حالا بیشتر یا آهنگ بسازیم و تقدیم کنیم و One eternity later. یعنی هر سال شانسش هست. ببینیم آخرین نفر کی در میاد بچه. واقعا نمیدونم آخرین نفر کی در میاد. یه دونه برداشتم. کیه یعنی
نوازش. آخرین نفرم نوازش عزیزه. و برای این 3 نفر 3 تا آهنگ قراره بخونم و تقدیم کنم. میگم از کسایی که اسمشون در نیومد واقعا معذرت میخوام، چون دست من نبود، یه چیز رندوم بود و سال بعد حتما اگه عمری باقی بود این چالش رو دوباره انجام میدیم و همین پروسه رو پیاده میکنیم. و من بعد خیلی وقت زیاد یه همچین ویدیو گرفتم و اگه صوتی چیزی داشت معذرت میخوام. این 3 نفر که انتخاب شدن مثلا براشون شعر می نویسم و آهنگش میکنم و این پروسه خورده طول میکشه، چون واقعا آهنگ ساختن اونجوری که به نظر میاد خیلی آسون نیست و به خصوص با این امکانات کمی که من دارم یه خورده سخته، ولی شدنیه. سعی میکنم زودتر به دستتون برسه و واسه این که حالا یه ذره احساس بهتری بهتون دست بده و بیشتر احساس مالکیت نسبت به اون آهنگی که براتون ساختم داشته باشید، اسمتون رو توی بخش از کاور آهنگ می نویسم و همین دیگه بچه‌ها. دمتون گرم که این ویدیو رو نگاه کردیم. واقعا خودم خیلی ذوق و استرس داشتم و امیدوارم از آهنگایی که قرار براتون بسازم خوشتون بیاد. از افرادی که بازم میگم اسمشون در نیومد معذرت میخوام و همین دیگه بچه‌ها. مراقب خودتون باشید. تا بعد.